هرات هرات را در گفتارهای ادبی و رسمی هرات باستان میگویند. این شهر پس از کابل دومین شهر پرجمعیت است و همراه کابل مزار شریف قندهار از شهرهای بزرگ افغانستان به شمار می رود. هرات قطب صنعتی و مهمترین کانون فرهنگی و هنری افغانستان است. رود هریرود یکی از رودهای معروف افغانستان از کنار این شهر می گذرد. باشندگان این شهر به زبان فارسی و به لهجه شیرین هراتی صحبت می کنند. از دهه 1370 خورشیدی هرات مرکز جذب مهاجران زیاد از سراسر افغانستان بود. باشندگان اصلی این شهر اقوام فارسی زبان بودند. البته اکنون هرات دارای اقوام مختلف است و عمده زبان محاوروی در این شهر فارسی است. این شهر از بابت منارها و معماری‌های عالی و مجلل خود شهرت دارد و در گذشته و حال هرات یکی از مراکز آموزشی شمرده می شود. این شهر در سال 2009 پس از بررسی شهرهای مختلف جهان توسط سازمان یونسکو برنامه 1000 شهر 1000 زندگی این سازمان گردید. با این همه هرات به دلیل داشتن دو مرز مشترک با کشورهای ایران و ترکمنستان و دارا بودن بزرگترین شهرک صنعتی افغانستان، بزرگترین مرکز تجارتی افغانستان به شمار می آید. این شهر در مسیر قدیمی تجارتی خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب آسیا قرار دارد که جاده‌های منتهی به ایران و ترکمنستان هنوز دارای اهمیت استراتژیک است. نماد این شهر قلعه اختیارالدین است که اسکندر مقدونی هرگاه هرات را به قلعه اختیارالدین هرات مشهور ساخته است و بنای عظیم آن اکنون یکی از کهن‌ترین و زیباترین اماکن هرات است. در اواخر دوره محمد ظاهر شاه و دوران سردار محمد داود خان بود که بودجه برای بازسازی آن اختصاص دادند که در پایان دوره داود خان دوباره احیا و بازسازی شد. مسجد جامی بزرگ شهر هرات نیز پنجمین مسجد جامی بزرگ جهان شهرت دارد که یکی از شگفته‌های این مرز و بوم است. ساختمان این مسجد به این دلیل که پیش از اسلام نیز عبادتگاه آریایی‌های یکتاپرست بوده که پیش از 1400 سال قدمت دارد و از دیگر بناهای تاریخی هرات میتوان به مسجد جامی گذرگاه شریف، شارخ میرزا، منارها، مسجد گوهرشاد بیگم و چشت شریف اشاره کرد. علاوه بر این مقبره ها و آرامگاه مولانا جامی، امام فخر رازی، شهزاده قاسم، شهزاده عبدالله، سلطان آقا، خواجه خلطان ولی، ملا واعظ کاشفی، مولانا نصفنج و سید عبدالله مختار قدامت فرهنگی این شهر را بر رخ هر بازدید کننده می کشد. حوضها و آب انبارهای تاریخی شهر هرات نیز از مناظر مهم معماری و تمدن این شهر به حساب می آید. از دیگر آثارهای تاریخی هرات پل مالان است که یکی از بناهای تاریخی هرات و از پل‌های زیبا و تاریخی افغانستان می باشد.